بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، الأربعون النووية للإمام النووي رحمه الله تعالى. إنك ما درسي خود را دوام میدیم بعون الله سبحانه وتعالى از کتاب الأربعون النووية، یعنی 40 حدیث امام نووی الله رحمتش کند. درس امروزی ما آغاز می‌یابد تحت حدیث 26 اونجا که صاحب متن می‌فرماید الحديث السادس والعشرون عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كل سلام من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين الاثنين صدقة وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة والكلمة الطيبة صدقة وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة وتميت الأذى عن الطريق صدقة. رواه البخاري ومسلم. یعنی حدیث 26 از ابو هریره رضی الله عنه روایت میکنند که گفت پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم چنین گفت: از مردم به هر یک بند و بغمی بدنشان هر روز که در آن آفتاب میبراید صدقه لازم است. یعنی هر روزی که آفتاب میبراید به هر یک بند و پیوند و بغم هایی که مثال گیریم در وجودی هر یک انسان هسته باید برای هر یکتش صدقه داده شود. اکنون صدقه از چی می شود؟ پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم همون اعمالی رو که عوض می کنند صدقه را یا که به نام صدقه می شوند و ها ذکر می کند. نه، چون در میان دو نفر عدل کنی صدقه است و چون به مرد برای سوار شدن به حیوان سواریش یاری رسانی یا بران حیوان باری یعنی که بار بندش را بار کنی، باراش بردار خودش بعضی انسان سوار شده میتواند و باراش بار کردن نمیتواند، نه، یا که برداری کنیم، اینم صدقه است. و سخن خوش صدقه است. حتی بعضی آدم‌ها با همین سخن خوش هم صدقه دادن دستشون نمی‌بیاد. و هر یک قدمی که برای رفتن به نماز گذاری صدقه است. و چون چیزی آزاردهنده را از سر راه برطرف کنی، خواه مردم آزار میدهد، خواه حیوان، خواه ماشین گذشته نمیتونه، خواه، اینم چی است؟ صدقه است. این حدیث را بخاری و مسلم روایت کردن. خیلی هم حدیثی بمعنی. بارك الله فيكم. نعم. الحديث السادس والعشرون عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كل سلام من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين الاثنين صدقة وتعين الرجل على دابته فتحمل عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة والكلمة الطيبة صدقة وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة وتميت الأذى عن الطريق صدقة. رواه البخاري ومسلم. نكتفي. وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا والحمد لله رب العالمين.